اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر من آثار سلطانه و جلال کبریائه ما حیر مغل العقول من عجائب قدرته و ردع خطرات حماهم النفوس عن عرفان کنه صفته و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. سلام و رحمت خدا بر شما باد. امیدوارم که در پناه خداوند رحمان و رحیم همواره موفق و مؤید باشید. مباحثی که برای این دوره شما عزیزان در نظر گرفتم فرازهایی از کتاب فتوحات مکیه اثر گرانسنگ سلطان العارفین شیخ اکبر محی الدین عربیه. این کتاب آخرین متن درسی و بعد از قرآن و حدیث بالاترین اثر در حوزه عرفان و تصوفه که حافل عالیترین معارف توحیدی و انسانیه. عظمت و غنای این کتاب که شأنی از شؤون ابن عربی و نمودی از دارایی‌های اوست دلایل متعددی داره که میتوان به موارد زیر اشاره کرد. تأثیر شیخ از والدین و اجداد. رزق حلال و طهارت والدین تأثیر بسزایی در تکون نطفه فرزند داره و شیخ اکبر نیز از این قاعده مستثنا نبود. همچنان که در تاریخ مستوره شیخ از نوادگان جناب حاتم طایی هم هست و بعضی بر این عقیده‌اند که اون جود و کرم جناب حاتم در نسلش تأثیر گذاشته، چنان که جود و کرم حضرت خدیجه سلام الله علیها در فرزند اطهرش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نمود یافته. مطلب بعدی برخورداری شیخ از اساتید حاذق و دانشمند در علوم مختلف هست. شیخ در طول زندگی خودش از اساتید بزرگی بهره مند شده و با بزرگانی در عرفان مصاحبت داشته. نکته دیگر تسلط شیخ بر عرفان نظریه، چنان که پیداست محی الدین در عرفان نظری بسیار حاذق و ماهر بوده. همچنین پایبندی محض شیخ نسبت به شریعت و رعایت احتیاط در موارد مشکوک یکی از دلایل موفقیت و نردبان ترقی او حساب میشه. نکته دیگه تهذیب نفس و طی نمودن عرفان عملی به بهترین نهج است که شیخ در نزد اساتید بزرگی این مراحل رو طی کرده. همچنین بهره‌مندی اون بزرگوار از مکاشفات و شهودات سطح عالی پشتوانه محکمی برای آثار شیخ شده، به طوری که تراز و عیار کارش رو بالا برده. البته ما این نکات رو به صورت تیتروار بیان کردیم و پر واضح پیداست که برای هر کدومش شواهدی داریم که فعلا از بیانش صرف نظر میکنیم. اما آخرین نکته در باب فتوحات و موفقیت شیخ که از اهمیت خاصی هم برخورداره اینه که ذات شیخ اقتضای چنین معنایی رو میکرد و در نفس الامر چنین روالی برای او رقم خورده بود. یقینا این نکته از قوامض مسائل عرفانی هست که فعلا جای بحثش اینجا نیست. به قول جناب مولوی این زمان بگذار تا وقت دیگر. اما چند نکته راجع به ابن عربی. درباره زندگی شیخ اکبر و مذهب و آراء و آثار و مرام و مکتب و اخلاقش کتاب‌های بسیاری نگاشته شده و موافق و مخالف در تبیین شخصیتش قلم فرسایی ها کردن. ما فعلا بنای ورود به این عرصه رو نداریم و تنها به ذکر نمونه ای از خصائل و مناقب شیخ که خود شیخ و اعاظم دیگر فرمودن اکتفا میکنیم. چنان که پیداست کتاب‌های فصوص الحکم و فتوحات مکیه شیخ دو اثر مشهور و ممتاز ابن عربی هستند. علامه حسن زاده آملی رحمت الله علیه در کتاب 1001 کلمه جلد 5 صفحه 388 فرمودند که جناب استاد علامه
حاج آقا سید محمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر عظیم المیزان رضوان الله علیه به مطالعه یک دوره کامل بحارالانوار مجلسی و یک دوره کامل فتوحات مکیه ابن عربی توفیق یافت و می‌فرمود که شیخ یعنی ابن عربی در فصوص الحکم مشت مشت آورده است و در فتوحات مکیه دامن دامن. همچنین علامه حسن‌زاده آملی در آثار دیگرشون بعد از اون که نمونه ای از کلمات فیلسوفان در معرفت نفس رو نقل میکنن میفرماید که اما کلمات عارفان در معرفت نفس باید گفت که عمده صحف عرفانی در پیرامون همین موضوع است، چنانکه فصوص و فتوحات شیخ اکبر محی الدین عربی دو شاهد عادل بر این مدعایند. فصوص در 27 کلمه است که مراد 27 مثال از امثله انسان کامل است، نه آدم شخصی و نوح شخصی و داوود و سلیمان شخصی. یعنی هر یک از آن کلمات نوری مظهری خاص از مظاهر الوهیتند و این کلمات سائر و دائرند، لذا انسانی در مسیر تکاملی بر قدم شیث است و دیگری بر قلب ابراهیم است و دیگری عیسوی مشهد می گردد و سومی موسوی مشرب و هاکذا، که البته خودشون بعدها یک کلمه به این کتاب فصوص الحکم افزودند، سما به فصل حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه. در ادامه می‌فرماید که و این شعر قلت که هر کلمه در این فصوص الحکم که هر کلمه در بیان مقامی از مقامات انسان است و این مقامات در افراد نوع انسان به فراخور اعتدال مزاج و قابلیت و استعداد آنها ظاهر می‌گردند. فتوحات مکیه در میان مؤلفات عرفانی او یعنی ابن عربی ام الکتاب اوست و آن 560 باب است که هر باب آن خود یک کتاب است. حقا درباره فتوحات مکیه آن باید گفت که فقیه بزرگوار مرحوم آیت الله سید صدرالدین صدر در کتاب خود المهدی گفته است: الفتوحات المکیه للعالم العارف المحقق الشیخ ابی عبدالله محی الدین محمد ابن علی المعروف به ابن عربی الحاتمی الطایی و الحق انه کتاب مفید فی بابه لا اظن ان یسر له ثان فی عالم المؤلفات. یعنی فتوحات کتاب تکیه و گمان نمی کنم که برای او در عالم مؤلفات دومی پیدا بشه. بعد خود آقای حسن‌زاده می‌فرماید که آن که در آخر کلامش افاده فرمود که لا اظن ان یسر له ثان فی عالم المؤلفات کلامی محققانه است و تاکنون نه تنها فتوحات مکیه بلکه هیچ یک از مصنفات شیخ در عالم مؤلفات دومی مانند خود ندیده است. به خصوص فصوص و فتوحات را باید از کرامات خاص به او دانست. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. ابواب یاد شده این کتاب کبیر بی‌نظیر مطلقاً در مقامات چهارگانه تجلیه و تخلیه و تحلیه و فنای فی الله و در بیان درجات معارج نفس است که آن را علاوه بر تجرد عقلانی مقام فوق تجرد یعنی مقام لایقفی نیز می باشد. همچنین علامه حسن‌زاده آملی در حواشی بر اسفار جلد 1 صفحه 441 و در صفحه 41 از کتاب عرفان و حکمت مطالعه فرمودند که تنی چند از اساتید بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیهم که در نجف اشرف از شاگردان نامدار عجوبه دهر آیت الله العظمی عارف عظیم الشأن فقیه مجتهد عالی مقام شاعر مفرق و صاحب مکاشفات و کرامات جناب حاج سید میرزا علی آقای قاضی تبریزی بودند که شرح حال ایشان در طبقات اعلام و شیعه
تألیف علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی فی الجمله مذکور است، این اساتید برای ما از مرحوم قاضی حکایت می‌کردند که آن جناب می‌فرمود بعد از مقام عصمت و امامت در میان رعیت احدی در معارف عرفانی و حقایق نفسانی در حد محی الدین عربی نیست و کسی به او نمی‌رسد، بأنه لیس له عدیل فی آحاد الرعیه، یعنی لا تجد بعد المعصوم له عدیلا. و نیز می‌فرمود مرحوم جناب قاضی که ملا صدرا هر چه دارد از محی الدین دارد و در کنار سفره او نشسته است. همچنین علامه بزرگوار در حاشیه اسفار فرمودند و جدیر ان یقال فی الشیخ انه هبة من الله تعالی لجده الاعلی حاتم الطایی جزاء لجوده و سخائه، یعنی سزاوار است که در حق شیخ گفته شود که او هبة الله، به خاطر عملکرد جد بزرگوارش جد اعلاش جناب حاتم طایی، که جناب شیخ جزای جود و سخای جناب حاتم طایی است که چنان که عرض کردیم. در باب هبة الله در فصوص الحکم و شروح فصوص الحکم در کلمه شیسیه سخن به میون اومده و گفته شده که معنای شیس در لغت عبرانی به معنای هبة الله است و شیس اولین کسی بود که خدای متعال به آدم بعد از بیتابی حضرت آدم و از دست دادن هابیل بهش هبه کرد. یعنی خدای متعال شیث رو عوض هابیل به او بخشید، ابن عربی رو به عوض اون جود و سخای جناب حاتم به حاتم بخشید و چه فخری بالاتر از این. این بود نمونه آنچه که در رابطه با جناب شیخ اکبر گفتم. مسلما حرفا بیش از این مقدار است، اما گزارش شیخ اکبر از خودش. ببینید عزیزان، از آن حیث که آثار هر شخص نمود دارایی او هست، بهترین معرف شیخ کتاب‌ها و کلمات او هستند. همچنین حکایاتی که خودش از خویشتن نقل میکنه. فارغ از آثار و کتاب‌های شیخ، ما اینجا به چند نمونه از گزارشاتی که شیخ از خودش ارائه داده اشاره میکنیم. ابن عربی در ابتدای فصوص الحکم بعد از حمد خدا و ثنای رسول الله گفته اما بعد فانی رأیت رسول الله علیه السلام فی مبشرة، یعنی به درستی یقینا با تاکید بیان میکنه من رسول الله رو در مبشره دیدم. بعد بیان میکنه که در شهر دمشق بوده، در دهه آخر محرم سال 627 هجری قمری بوده. میگه من رسول خدا رو در مبشره دیدم. بعضی از مترجمین و شارحین فصوص اشتباهاً مبشره رو تعبیر کردند، تفسیر رو تعبیر کردن به خوابی بشارت دهنده. یعنی من در شهر دمشق در دهه آخر محرم سال 627 رسول خدا رو در خوابی بشارت دهنده دیدم. فحول از شارحین فصوص الحکم این معنا رو نپذیرفتن. اونها معتقدن که مبشره یعنی کشف و شهود، نه خواب. البته خواب و رویای صادقه هم نصیبی از حقیقت داره، لیکن در عرف عرفان مرتبهش دون مقام کشف و شهود است. ببینید دوستان، شیخ اگر خواب دیده باشه بعضا صریحا بیان میکنه، در آثارش هست. مثلا در فتوحات مکیه باب 69 اونجا بیان کرده که و کنت اقول بالصلاة علی الجنائز حیث کان فی مسجد و غیره حتی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی المنام. در خواب، اینجا اشاره مستقیم به خواب داره. همچنین در باب 71 فتوحات مکیه فرمود و لقد رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا به مکه فی المنام.
و هو یقول، چنان که پیداست شیخ در اینجا اشاره صریح به منام و نوم داره. افزون بر این جناب شیخ رساله‌ای داره خیلی شیرین هم هست به نام مرایی مسما به مبشرات. در اونجا به بعضی از خوابها و حالات خودش اشاره میکنه. ابن عربی در این رساله ابتدا رویا رو 3 قسم میکنه: من الله، من النفس، من الشیطان. و قسم اول یعنی من الله رو مبشرات مینامه که البته مبشرات در اینجا شامل خوابهای الهی هم میشه. در ادامه چند نمونه از خوابها و مکاشفات خودش هم بیان میکنه. از جمله در فرازی میگه که رأیت فی النوم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعانق الامام المحدث علی بن احمد بن سعید بن حزم الفارسی. در اینجا هم کلمه نوم آورده. در فراز دیگر فرموده رأیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم بین الیقظة و النوم. اینجا دیگه خواب تنها نیست، بین خواب و بیداری. بین الیقظة و النوم، یه پله بالاتر اومده، یه مرتبه بالاتر. در جای دیگه از این رساله فرمود رأیت و انا به مکه. چه کسی را؟ رسول الله صلی الله علیه و آله بین الباب الجیاد و بین باب الحروزه فسألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینجا دیگه نه خوابه و نه بین یقظه و خواب، مستقیم صاف رأیت رسول الله. این دیگه یه حساب دیگه ای داره و مرتبهش از مراتب ما قبل بالاتر و افزونتره. حالا شیخ در فصوص چه میفرماید؟ میفرماید که به درستی یقینا در شهر دمشق در دهه آخر محرم سال 627 هجری قمری رسول خدا رو در مبشره دیدم. حضرت کتابی در دست مبارک گرفته بودند. البته دیدم اینجا تعبیر به این کردن که نموده شدم. اون نمایش از سوی حق بود بدونی که من قصد و اراده ای کرده باشم. کتابی در دست مبارک گرفته بود حضرت آقا رسول الله که کتاب در اینجا میتونه اشاره به جمع حقایق باشه، مخزن حقایق. و از اون جهت هم که این کتاب در دست حضرت خاتم الانبیا بود مشعر به اینه که این کتاب پایدار و باقی خواهد موند، زیرا دست مظهر و نشانی از بست و امید هست. اینو اعاظم و بزرگان فرمودن. حضرت فرمود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این کتاب فصوص الحکم است. حالا چرا فصوص الحکم؟ اینم دلایلی داره که بعضی از اعاظم بدون اشاره کردن. آن را بگیر و بر مردم آشکار کن، عرضه کن تا از آن منتفع گردند. من گفتم ابن عربی سمع و طاعت مر خدای و رسول خدای و اولوالامر را آنچنان که به ما امر فرمودند. شارحین فرمودن این بیان عذرخواهیه از ابراز اون چی که یافته. چرا؟ چون یه اسراری رو داره فاش میکنه دیگه. زیرا عارف سالک باید امین الله باشد و اسرار دوست را، یعنی اسرار حق متعال، اسرار اولیای الهی، اسرار انبیا و رسولان، اسرار دوست را آشکار نکند. اما عذرخواهی میکند. جناب شیخ عذرخواهی میکنه که اگر من اظهار کردم به فرمان رسول مأمور بودم که چنین کاری کنم. البته جالب اینه که این فصوص الحکم بازم تمام دارایی ابن عربی نبود. این فصوص شأنی از شؤون ابن عربی بود که اجازه یافت که اون رو بر دیگران، بر مردم، بر اولیای الهی عرضه کنه. این مقداری است که اجازه یافته. در اینجا این نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که
نقش ابن عربی که کمل هست، یعنی کامل مکمل هست، در اینجا نقش تکمیلی هست که به نوعی این تکمیلی برای خودش هم کمال حساب میشه. یعنی شیخ به عنوان نبی، نه نبی تشریعی، نبی انبایی، در سفر 4 اسفار اربعه واسطه بین حق و خلق شده، اونم خلق در حد و اندازه اولیای الهی، تا اون فیض و معارفی رو که خود به نحو رحیمیه، رحمت رحیمی حق متعال از اون بهره مند شده رو به صورت رحمت رحمانیه بر خلایق عرضه کنه. یعنی خوانی پهن شده، سفره پهن شده، ابن عربی از اون متنعمه، از مواهب و نعمتهای بیشمار متنعم شده. حالا اذن یافته از باب شفاعت، محی الدین شفیع شده، به مقام شفاعت رسیده، اذن پیدا کرده که دیگران رو هم از این خوان گسترده الهی بهره مند کنه، اونها هم سر سفره حقایق و معارف الهی دعوت کنه و از آنچه که خودش متنعم هست اونها رو هم بهره مند کنه. همون کاری رو که جدش حاتم طایی میکرد. دست دهش داشت، سخی بود، بخشنده بود. اون بخشندگی نه تنها شد جناب شیخ اکبر، بلکه شیخ اکبر هم بر سیره جدش اومد انعام کرد، سفره حقایق و معارف رو از کانال وجودی خودش گستروند. حالا در این میون عده‌ای از اولیای الهی هم هستن که از این نعمت خوب استفاده کردن، خوب بهره مند شدن، قدرشو دونستن، مثل شارحین فصوص الحکم، دنبال روان ابن عربی. اینا هم حکم انبیا رو دارن، انبیای پیرو جناب ابن عربی، مانند حضرت موسی کلیم الله که صاحب شریعت بود، صاحب مکتبی بود و طیفی از انبیا مردم رو به شریعت موسی دعوت میکردن. اون انبیا اولوالعزم نبودن، اما بر شریعت حضرت موسی کلیم الله بودن. در این راستا بسیاری که دنبال روی ابن عربی هستن بر سر سفره ابن عربی نشستن و از مائده های ابن عربی، از سفره ابن عربی متنعم هستن. اونا هم حکم اون انبیا رو دارن که پیرو مکتب موسی هستن. این افراد هم پیرو مکتب ابن عربی هستن. ابن عربی حکم یک نبی رو داره مثل موسی کلیم الله، حالت نبی تشریعی، صاحب مکتبه برای خودش، نبی تشریعی نیست ولی صاحب مکتبه، که دیگران مردم رو به مائده ابن عربی دعوت میکنن. البته هستن در این میان افراد خیلی 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 کم، تک و تو، شذ و ندر، که در راستای مرام ابن عربی مکتب او را ارتقا بخشیدن. شخصی مانند شیخ عبدالکریم جیلی یا گیلانی که در این راستا ما فقط همین یک نفر رو میشناسیم، و همین یک نفر برخورد کردیم که تونست مکتب ابن عربی، آورده ابن عربی رو به کمال خودش برسونه، که اینم حکم و دلایل خاص خودش رو داره که چطور شخصی مثل جیلی تونست همچین کاری بکنه. یکی از دلایل اسرارش اینه که جناب عبدالکریم گیلانی صاحب مکاشفات عالیه بود، سطح مکاشفاتش بسیار بالا بود، مشاهدات عالیه‌ای داشت، حقایق رو از افق اعلا رصد میکرد. بگذاریم. ابن عربی در همین فصوص میفرماید که پس من الغا نمی کنم مگر آنچه به من الغا شد. یعنی من از خودم چیزی نمیگم، همه حقایق آنسویی هست و در این نوشته نازل نمی نمایم مگر آنچه بر من نازل شد. و من نبی و رسول نیستم، البته نبی تشریعی، بلکه وارثم و برای آخرتم حارث. لست بنبی ولا رسول ولکنی وارث و لآخرتی حارث. کانچه حق اندر پس آینه تلقی می کند، من همان معنا چو طوطی بر زبان می آورم. نه طوطی صفتم.
در پس آینه طوطی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. این مقام بسیار مقام رفیع و منی است. هر کسی اون لیاقت و شرف رو نداره که برای حق متعال در حکم نی باشه و خداوند متعال او را چون نی بدمد، واسطه خودش کنه با خلق. اون نی باید چنان صاف و بیغش باشه که صدای حق رسا و بی اعوجاج به خلق برسه. این کار هر کسی نیست. طهارت محض میخواد، پاکی سر میخواد، تلطیف روح میخواد. اما نقل قول دیگری از شیخ اکبر، چنان که پیداست شیخ اکبر به محضر انبیاء عظام هم مشرف می شده. وی در فتوحات باب 367 نقل میکنه که به زیارت حضرت ادریس سلام الله علیه نائل شده و با هم شروع کردن به سخن گفتن و نقل وقایع. اینطور که معلومه ابن عربی در مقابل انبیا خیلی راحت و صمیمی برخورد میکنه. حتی در مقابل شخصی چون حضرت ادریس هم نه تنها احساس ضعف و کوچکی نمیکنه، بل در کمال اطمینان نفس مثل دو دوست صمیمی به گفتگو میشینه. در این برخورد شیخ برای حضرت ادریس حکایتی رو نقل میکنه. شیخ میگه فإنی رأیت فی واقعتی شخصا بالطواف اخبرنی انه من اجدادی. یعنی در واقعی شخصی را در طواف دیدم که ظاهرا فقط خود شیخ میدید، بقیه مردم نمیدیدن. در واقعی شخصی را در طواف دیدم که به من خبر داد از اجداد من بوده و نامش را به من گفت. از زمان وفاتش پرسیدم، در جوابم گفت 40,000 سال پیش از این بوده است. پس او را از مدت آدم پرسیدم، حضرت آدم مدتش تا الان چقدر گذشته؟ به من گفت که از کدام آدم میپرسی؟ از آدم اغرب؟ گفت تصدیق کن که من یکی از پیامبرانم و برای عالم مدت نمیشناسم که آغاز زمان باشد و در آنجا بایستم و سپس از آنجا شروع کنم. بدان که خدای سبحان همیشه خالق بوده است و همواره دنیا و آخرت خواهد بود. مدت برای مخلوق است، نه در خلق و آفریدن، چه این که خلق با انفاس دم به دم پدید می آید. و چه جالب و شیرین این که در این واقعه و امثال این وقایع ابن عربی نه خیلی تعجب میکنه و نه خیلی هیجان زده میشه. گویا این وقایع از امور عادی و روزمره‌اش بوده. همچنین در شرح فصوص الحکم خوارزمی کلمه هودیه صفحه 539 به تصحیح علامه حسن‌زاده عاملی اونجا اومده که بدان که حضرت الهی چون مرا از اسرار حق آگهی داد، خود شیخ میفرماید ابن عربی، بدان که حضرت الهی چون مرا از اسرار حق آگاهی داد و اعیان رسول خود را یعنی ارواح ایشان را در عالم مثال مطلق و ارواح همه انبیا را که از بشر بودند از آدم تا خاتم صلی الله علیه و علیهم اجمعین در مشهدی و مرتبه‌ای که مقام حصول این شهود بود و در آن مشهد مقیم ساخته شده بودیم در قرطبه که شهری است از بلاد مغرب در سال 586. چون مشاهده آن طایفه دست داد، هیچ احدی از آن طایفه به غیر از هود علیه السلام با من سخن نگفت. پس مرا خبر داد به سبب جمعیت ایشان، جمعیت این انبیا. حالا جناب خوارزمی میفرماید و شیخ در این مقام تصریح نکرد که سبب جمعیت چه بود، چرا همه انبیا جمع شده بودند، اما در فتوحات تصریحات دارد که او را بشارت میدادند. یعنی اون انبیا جناب شیخ اکبر محی الدین را بشارتی دادند که چی؟ که خاتم ولایت محمدیه اوست، که در اینجا حرف و سخن بسیاره. به طیف عظیمی از اولیا و شارحین فصوص الحکم در فهم حقیقت این مطلب عاجز و راجل موندند.
حالا جالبه در ادامه جناب شیخ در رابطه با خصوصیات حضرت هود توضیح میده. هود را علیه السلام مردی ضخیم دیدم که صورت او حسن و محاوره او لطیف بود، خیلی لطیف سخن میگفت و عرفان به امور و کشف اسرار داشت، کاشف اسرار بود. این بود شمی از آنچه که شیخ در رابطه با خود گفته بود. حالا این وسطی که از جناب شیخ بپرسه که آقای شیخ اکبر ابن عربی، شما این همه دارایی رو از کجا به دست آوردی؟ این همه علوم، معارف، حقایق، مشاهدات، مکاشفات، معاینات. خود شیخ فرمود که من هر چه دارم همه را از سجاده دارم. من هر چه دارم همه را از سجاده دارم. این حرف همه اولیای الهی است، همه مردان خداست. جناب شیخ رئیس ابو علی سینا می‌فرماید که در هر مسئله که متحیر می‌شدم و بر حد اوسط ظفر نمی‌یافتم، به مسجد جامع می‌رفتم و به نماز مشغول می‌شدم و به سوی مبدع کل ابتهال می‌نمودم تا دشوار آن بر من آسان می‌گشت. به قول بزرگان ره چنان رو که رهروان رفتند. امیدوارم که در تمامی عرصه ها موفق و مؤید باشید و با معشوق اول و اول معشوق به بهترین نهج نرد عشق ببازید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه و جلال کبریائه ما حیر مغل العقول من عجائب قدرته و ردع خطرات حماهم النفوس عن عرفان